سلام آقا، خسته نباشی. سلام. بفهم خانم. زنجبیل میخواستم. قلم یا پودرشو؟ قلمشو برام بیارید. بله پسر بپر یه قلم برای خانم بیار. چشم. اوستا بفرما. فیل نداشت شطور گرفتم، گفت خیلی بعضی فیله. ببخشید خانمی شاگرد من یه ذره خنده. چرا اوستا؟ نکبت آخه این قلم زنجفیله. باش بذار اینا همین بکنم تو. چیکار می‌کنی؟ اوستا عسل میخورم. عجب عسلیه. عجب عسلیه. من که اینا رو من چیز نکردم تو قوطیو. اینا رو زمور یه ذره ریخته تو قوطی. باشه هرس نخوب، یه بخور یه ذره. گام زدی نمای دستات. مصطفی جونم اوستا. اینا چیه جیب دکتر؟ کدوما؟ اوستا اینا مومیاییه، میبرم میدم آقا جونم میخوره واسه کمردرد، پادرد، واسه این چیزاش خیلی عالی. من خودم هم میخورم. میخوای یکم بدم تو بخور. بیا بذار زیر زبونه. بذار رو دندونه. میخوام. نکبت. آخیش اوستا میگم واسه نفخی معده چی خوبه؟ آی تو بودی؟ بسون اینا ببر با گونیش با هم دم کن بخور. سر رو هنگ در پنجره رو بکن. مردی که با خاطرم شیمیایی زدن. ببخشید آقا. بفرمایید. زردچوبه میخواستم. هندی یا پاکستانی؟ هندی برام بذارید. مصطفی بله یه هندی برای خانم بذار. چشم. اوستا هندی چطوره؟ خدا چرا یه انقدر خنگه؟